شما واسه نصب بلوتوث رو پخشایی که فلش نمیخوره آیوکس داره باید کل پخش رو باز بکنین. اکثر سوالی که تو دایرکت بزن میشه میگن مثلا پخشایی که فلش نمیخوره چجوری بلوتوث درش بکنیم. این الان پخش کنووده، حالا سونی، پاینر فرقی نمیکنه. کل پخش رو باز میکنین، از این بر تهیه میکنین، یه همچین مداری رو باید پسش درست بکنین. یه رگولاتور 70-05 گذاشتم اینجا با یه خازن 100 میکروفاراد، فرقی نمیکنه یه مقدار پایین یا بالا خازن باشه زیاد مهم نیست. ورودی رگولاتور رو از سیم ریموت میگیریم، آبی خط سفید از پشت برد لحیمش میکنیم که پخش روشن شد برق 12 رو به رگولاتور بده. بعد اتصال بدنم که از اینجا میگیره، بعد خروجیش هم که میشه پایی سمت راستی از اینجا میگیریم میاریم میدیم به مثبت ماژول بلوتوث. بعد این هم که ببین لفت و رایت و گراندش هم از اینجا آوردیم، از زیر برد اینجا لحیمش کردیم. به این صورت خود بلوتوث هم نگاه میکنین، یه جای خالی واسش پیدا میکنین، با چسب دو طرفه میچسبونین. بعد این قسمت بردم تو پستای دیگه هم هستش ترتیب پایه‌هاشو میتونین از اونجا نگاه بکنید. حالا تستش هم براتون میذارم، لایک و فالو یادتون نره، پستای بعدیمون هم ببینید.